برای خودتون یه دوست پیدا کنی، یه نفر که تا ابد بمونه. آدما باید غیر از عشق و خانواده یه نفر رو داشته باشن که تموم حرفایی که نمیشه به اون دوتای قبلی گفت رو بهش بگن. یه نفر که تا صبح رو به روی هم بشینیم قراتون رو بزنین و اون گوش کنه. یه نفر که بابت هیچ چیز سوال نپرسه. وقتی میگیم بریم بند کفششو بسته باشه قبل از قفل کردن در. یه نفر باید باشه که از چشماتون هم دیگر رو بشناسید. یه نفر باید باشه که در جواب سوالای شما بگه چقدر زیبایی، چقدر ماهی، چه خونه‌ای، چه دستپختی، چه هنری و هزار چه بدون حسادت و با کلی عشق. یه نفر رو دوست داشته باشید و باهاش پیر بشید اگر قرار عمرمون به سپیدیه.